خودت در اینجا که کار میکنی چند نفر در فامیل نانخور دارن که از اینجا نفقه چه پیدا میکنن؟ باشون دسته بندی میکنن. یعنی که ترازو هم خودش داره؟ بله ترازی برقی داره. بله. آجی صاحب چقدر گنجایش داره ذخیره‌تان؟ ذخیره 2 تن 2000 کیلو. شما در داخل افغانستان به فروش میرسن یا خارج هم انتقال میتن؟ برای داخل افغانستان ولایت است. سلام خدمت تمام شما بیننده های خوبی شبکه صدای افغان. خدا کنه که هر گوشه از دنیا که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. امروز آمدیم در یکی از شرکت های وطن خود ما. امروز آمدیم در شرکت مکرونی اصلی. مکرونی اصلی برندی است که در تمام افغانستان نام داره. اگر کسی استفاده کرده باشه مزه و کیفیتش حتما میفهمه. خب دوستان عزیز امروز آمدیم در این شرکت ببینیم که آش مکرونی چه قسم تولید میشه و چه قسم پروسس میشه و چقدر کارمند داره. تا آخر برنامه ما را بیننده باشین ببینیم که مسئولین این فابریکه در داخل فابریکه قرار دارن. ببینیم که ازشان پرسان بکنیم سوالات داشته باشیم درباره فابریکیشن که چقدر کارمند دارن و چقدر روزانه تولید دارن. تا آخر برنامه ما را بیننده باشین. میریم در داخل فابریکه ببینیم که کیها اینجا مسئول است. ببینیم که اگر خوشبخت بودیم رئیس فابریکه هم امروز بر شما پیدا میکنیم درباره فابریکه ازشان معلومات می داشته باشیم. خب دوستان عزیز خوشبختانه که آجی صاحب در داخل فابریکه پیدا کردیم. ببینیم که امروز آجی صاحب برای ما شما درباره فابریکیشن چی معلومات میده و کدام امکانات و کدام کارهای در داخل فابریکه میشه به خاطر تولید مکرونی. آجی صاحب سلام. و علیکم السلام برادر. خوب هستی؟ خوب است. سلامت باشین. آجی صاحب در اول میشه خود یک معرفی بکنید. آجی فیض الله نوری هستم، رئیس شرکت سلطان بلخ مکرونی اصلی. مکرونی اصلی یعنی که مکرونی تون هم تا اصل وریز دیگه ان شاء الله. بله. خب آجی صاحب درباره فابریکتون برای ما بگین که چقدر وقت میشه که فابریکتون به فعالیت آغاز کرده و چه تعداد کارمند داره؟ از آغاز فابریکه ما 4 سال میشه. 40 نفر کارمند داریم شبانه روز کار میکنن. چند دانه ماشین؟ ماشین 2 پای است، یک پایش فعال است، یک پایش فعلا غیر فعال است، استاد است. ان شاء الله چطور که غیر فعال است؟ ان شاء الله تصمیم داریم بزودی ان شاء الله فعال بسازیم. بعضی مشکلات های تکنیکی هست، بعضی پرسشات از خارج میاد. ان شاء الله میره یک ماه ان شاء الله فعال میشه. ای نام خدا. آجی صاحب فابریکه دیگر هم که فعال کرد کارمند خودم زیاد میگیره دیگه. بله کارمند باز 2 برابر میشه، باز 80 نفر ضرورت میشه. سلامت باشین آجی صاحب. که نمی کسای جوانایی را که خودتون در فابریکه و کار میگن فکر که یک نفر چند نفر دیگر میتونه که از فابریکه پیدا بکنه برشان روزی حلال برشان بده؟ بله یک نفر یک فامیل 8 نفری ما شما داریم، 6 نفری داریم، سبب یک فامیل میشن. سلامت باشین آجی صاحب. گفتنی ها زیاد است. ما شما میریم در داخل فابریکه. فعلا ما شما کدام بخش فابریکه را میریم دیدن میریم؟ از شروع تولید شروع میگیم، شروع تو ختم. خب دوستان میریم ببینیم که امروز مکرونی چه قسم تولید میشه. از مرحله اول شروع میکنیم تا پروسس و ختم و بسته بندی شه. تا آخر برنامه ما را ببینید باشید. خب دوستان عزیز قسمی که پیشتر آجی صاحب برای ما شما گفت از مرحله اول شروع میکنیم ببینیم که کدام مرحله است کدام بخشش است. آجی صاحب کدام مرحله است؟ این مرحله است که آرد از ذخیره الک میشه، آرد الک میشه، بعد از الک شدن میره داخل دستگاه اتومات خود آرد توسط داخل نل میره در ماشین میره. مرحله الک است. اینجا الک آرد الک میشه انتقال پیدا میکنه سر ماشین. یعنی که آرد نمیمونه که بدون تصفیه او طرف بره؟ نه تصفیه میشه ولی چیز باید دیر نشه. سلامت باشین آجی صاحب. از کسی که اینجا مسئول است پرسان میکنه ببینیم که
اینا معلومات بده. سلام، خوب هستین؟ سلام، خسته نباشین. خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشه. چقدر وقت میشه خودت در فابریکه مصروف کار هستی؟ حدود 3 ماه میشه. 3 ماه میشه. پیش از چی کار میکنی؟ پیش از این مصروف یک مغازه بودم. خب چقدر خوش هستی که چنین تجارا و تاجرا در وطن خود ما و شما سرمایه گذاری میکنه تا وطن ما آباد شه و خودت هم یک نفقه حلال از اینجا پیدا بکنی. حالا 100% راضی هستیم. چرا کشور خود ما، چرا زیر دست خود ما کار نکنیم؟ اینجا فکر کشور خود ما آباد نشه دیگه. سلامت باشی. خودت کدام بخش در اینجا پیش میبری؟ من فعلا بخش آرد است. چی میکنه اینجا؟ اینجا دیگه آردم میکسر میگاشت اهلاک میکنه دیگه. آرد تصفیه کرد اینجا داخل از من دادی آرد تصفیه فعلا بالا میاد دیگه. خب از اینجا که تصفیه شد میره و طرف مرحله بعدی. بله، من طرف ماشین میاد. خب دوستان، مرحله بعدیش هم میبینیم همراه حاجی صاحب، ببینیم که این مرحله اولش بود، مرحله بعدیش کدام مرحله است. حاجی صاحب خیلی مرحله دومش هم میریم دیگه. درست است میریم. خب دوستان عزیز، آمدیم در بخش دومی فابریکه. حاجی صاحب کدام بخش هستی؟ این بخشی است که آرد همراه او میاد داخل ماشین خمیر میشه. بعد از خمیر باز میاد قالب میشه، از قالب میپره مکرونی جور میشه. خب نام خدا بفرمایید. چقدر خوب همونطور که اگر این آدم بخواد که کده دست جور بکنه، نخواد که کار عکس ساتش ده یک ماه جور کرده بتونه. حاجی صاحب این جایی هست که زیاد سر و صدا ما هست، جایی هست که بخش دومش از مکرونی در حال آماده شده است. این آرد آمده رئیس. آرد بگیر، آرد آمده رئیس. دیگه از اون جو میاد این داخل باز چیز میشه، خمیر میشه. خب کنید اتومات دست نمیخوره. آرد اتومات می خمیر میشه. بعد از خمیر مرحله میشه که مکرونی از قالب میبره. خب فکر کنم که اینجا مسئول شینا هستن. شما هستن مسئول اینجا؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بسم ساعتون خوب است؟ الحمدلله. سلام. نامتان چی است؟ عبدالجمیل است. جمیل جان، خودت این بخش پیش میبری؟ بله. چطور از کارت آسان است یا سخت؟ الحمدلله خوب است، شکر است. خدا نخواسته اگر کدام مشکل پیش و باز در آینده خودت این بخش حل کرده میتونی مشکل شد؟ ان شاء الله کل چیز در خود ما میاد ان شاء الله. چقدر وقت میشه که کار میکنی؟ ما بر حدود 5 سال میشم اینجا کار میکنم. 5 سال؟ بله. چقدر خوش هستی که چنین فابریکا در کشور خود ما و شما جور شده و جوانان هم اینجا کار میکنن. اگر زیادتر باید جور شود که جوانای ما در آینده بیکار نمانه. الحمدلله کار و تولید وطن خوب است دیگه. خودت از این فابریکه چند نفر خرج شمیت دخوان؟ ما برای خود خودم در فامیل 6 نفر هستم. از اون کار خود نفر خود پیدا میکنم. چقدر خوب. کسایی که تاجر هستن بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنن با همینطور جوانا تا که خارج نرن و نفقه فامیل خود از این وطن خود ما پیدا کنن. هم وطن ما جور میشه و هم خود ما آسایش شد. بله همونطور. سلامت باش. حاجی صاحب بعد از این ما شما در کدام مرحله میریم؟ من پایین میرم باز نشان میدم جایی که مرحله سوم. مرحله سوم. خب دوستان عزیز، مرحله سوم هم میبینیم که کدام بخش است. باز تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستان عزیز، قسمه که شما به تصویر میبینید اینجا مکرونی ما آماده شده از اون بالا آماده رئیس. حاجی صاحب این مرحله رو تیر کرده دیگه. کدام مرحله است این مرحله است که قالب است، مکرونی جور شد برآمد. از این بعد حالت خشکون میره، خشک شدن میره باز. حاجی صاحب بدین از این قسم مکرونی که فعلا اینجا تولید شده رئیس است. این گوشت ماهی است. این گوشت ماهی میگه سایه کاله چپا نشد. بدین از دیگه قالب هم دارن که دیگه هم. بله ده قسم قالب داریم، ده قسم است. حاجی صاحب ما قسم مکرونی رو دیدیم که رنگ است، اثر خضر. از اونام شما تولید دارید؟ بله میتونیم تولید کنیم، ولی مشکل نیست. حالا فعلا مشتری ما تقاضا می بیرنگ است، بیرنگ تولید داریم در فعلا. مرحله بعدی دیگه از اینجا ما شما میریم در بخش خشکن. بله خشکن میریم. دوستان عزیز میریم بخش خشکن آش مکرونی رو میبینیم تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستان عزیز،
عزیز ما آمدیم در یک بخش دیگه از این فابریکه از حاجی صاحب پرسان میکنیم که این بخش کدام بخش است؟ حاجی صاحب این کدام بخش است؟ این بخش ما بخش خشکون است. مکرونی داخل خشکون 5 ساعت تا این مراحل میشه خشک میشه. خب یعنی اما قدر قریب است که ما را خوش کنن اینجا مکرونی را خوبان. خب ببینیم که چه قسم مکرونی خوش میشه. در ظرف چقدر وقت خوش میشه حاجی صاحب مکرونی؟ 5 ساعت. 5 ساعت. تا 5 ساعت میتونه که اینجا مکرونی را کامل آماده شده برآمد دیگه خشکون برآمد. خب یا آماده است دیگه که بسته بندی شود. بله آماده بسته بندی است بله. حاجی صاحب را بدین از که اینجا خوش کردن بازه تو دافته و شمال در اینجا کنم انداز. نه خیر. یک ساعت خوش کردن. آماده است آماده پاکت و آماده استفاده است. حاجی صاحب را بدین از این ماشین مثال میتونیم که در آفتاب یا در شمالی را خوش بکنیم. مثلا امکان پذیر نیست دیگه میشه در یک روز ما 5 کیلو را خوش کنیم دیگه بقدر 5000 کیلو را خوش کردن نمیتونیم ما. روزانه چقدر تولید دارن شما اینجا؟ 5000 کیلو. 5000 کیلو را همینجا باز خشک میشه. خود خشک میشه بله. آماده در بازار است. بله آماده از این بازار میشه بله. 5000 کیلو گفتن حاجی صاحب؟ در روز بله. در روز یک شب روز دیگه یعنی 10000 کیلو. یک شب روز 10000 کیلو میشه بله. حاجی صاحب شما شب و روزه فعالیت دارن اینجا؟ بله شب و روز کار میکنیم بله. شب و روز کار میکنن. 40 نفر کارمندم در اینجا مصرف من داریم 20 نفر روز 20 نفر شب. حاجی صاحب از این بار ما بگن که این بخش خشکون بود. بعد از این کجا میره آش ما شما؟ ذخیره میره بعد از ذخیره تا بسته بندی میره. بریم ببینیم دوستان که ذخیره در کجاست و چه قسم بسته بندی میشه. همراه حاجی صاحب تا آخر برنامه ما را بنیده باشید. خب دوستان عزیز آمدیم در مرحله بعدی آش مکرونی. البته ما یگانه فکر ما نمیگه آش میگیم. آش مکرونی حاجی صاحب فرق نداره. بله نه فرق نمیکنه مکرونی. مکرونی هست خاطر که ما می کلولیش هم آش میگیم در آزایش هم آش میگیم و وقتا در خمیر جور شده. بله. حاجی صاحب این کدام مرحله است که تو میای؟ مرحله که اومد از خشکون برآمده میره در مرحله سردکن میره. اینکه سرد میشه مکرونی. از سردکن باز از میره ذخیره میشه باز. دوستا قسمی که شما میبینین به تصویر مرحله است که از جای گرم میاد در جای سرد. باز از جای سرد میره در ذخیره میره بله. دوستا میریم از اینجا طرف ذخیره میریم ببینیم که ذخیره چقدر گنجایش. حاجی صاحب چقدر گنجایش داره ذخیره‌تان؟ ذخیره 2 تن 2000 کیلو. چقدر؟ 2000 کیلو. 2000 کیلو. باز از ذخیره کجا میره؟ ما بسته بندی میشه. بسته بندی. حاجی صاحب ما شما مایده میریم. فکر کنم که اینجا سرد شده یک بازار است. سرد شد حالا در ذخیره میرن. اینجا حالا فعلا آش ما سرد شده دیگه. این دوستا قسم که حاجی صاحب گفتم پیشتر من زدم خیلی سرد شده آش. از اینجا آش میره در ذخیره میره. حاجی صاحب خیلی میره ما خود طرف ذخیره ببینیم که ذخیره چه قسم آماده هست و از اون میره در پروسس بسته بندی. حالا فعلا حاجی صاحب فکر کنم که ذخیره امینا است. 2000 کیلو در ذخیره جای میشه. هر کنم 1000 کیلو دو ذخیره ما 2000 کیلو گنجایش داره. باز اینا در چند دقیقه اینا بسته بندی میشه؟ 2000 کیلو. بسته بندی نیم ساعت میشه. بسته بندی آسان است. اما تولید زمانگیر است. فکر کنم که همکارایی که بخش بسته بندی میکنن هم آماده هستن که اینا را بسته بندی کنن. خب دوستان عزیز ما آمدیم در بخش بسته بندی و به بخش پروسس ببینیم که چه قسم پروسس میشه بسته بندی میشه. حاجی صاحب این کدام بخش است؟ بخش بسته بندی است. بخش بسته بندی است. تنها بوجی دارین شما یا خلطه هم؟ نه خلطه هم داریم. بخش بوجی هم داریم، بخش پاکت هم داریم. پاکت های 5 کیلو 2 کیلو، بوجی ما 20 کیلو 12 کیلو شو بسته بندی برای فعلا داریم. ببینیم که چه قسم بسته بندی میشه. کسی که اینجا مسئول بسته بندی هست ببینیم که چه قسم بسته بندی میکنه. ببینیم از شما پرسان. سلام خوب است؟ سلام علیکم خوب هستین؟ من خیرتی. سلامت باشه. نکم راستر است چند خیلی که خودت ببینن. اسمت چی است؟ اسمم رامین است. رامین جان چقدر وقت میشه خودت کار میکنی؟ ما اینجا تقریبا 4 سال میشه کار میکنم. 4 سال میشه که کار میکنی. خودت در اینجا که کار میکنی چند نفر در فامیل نانخور دارن که از اینجا نفقه پیدا میکنی؟ شکر در فامیل 5 نفر نانخور داریم. نفقه شکر است میگذره مثلا. از همین طریق شما برشان پیدا میکنیم. چقدر خوش هستن که
اما قسم مثل آجی سایوری تاجرها در افغانستان در وطن خود ما شما بیاین سرمایه گذاری بکنن تا وطن خود ما باشن. خوش هستیم به خاطر که بیاین سرمایه گذاری کنن، چون که جوانای ما زیاد کشورهای خارج است، از خاطر بیاین اینجا کاروبار باشه خوب است. از وقتی که امارات اسلامی سر قدرت آمده چطور است کاروبار، امنیتتان چطور است؟ چقدر خوش هستین؟ ان شاء الله خوش هستیم، خیلی زیاد خوش هستیم به خاطر امنیت و به خاطر کاروبار هم از همه حسابا خوش هستیم. کدام بخش خودت پیش میبری؟ ما در بخش بسته‌بندی هستیم. بسته‌بندی. روزانه چقدر بوجی را خودت پر میکنی؟ روزانه 400 بوجی 450 بوجی میشه مثلا. های شروع بکن ببینیم که چه قسم دوستای عزیز بسته‌بندی میشه اینجا، چه قسم با اما یک خوبی دارن اینجا که تول میکنن اینجا، هر بوجی که پر میشه تول میکنن که حتی 1 گرم 2 گرم هم که نمیمونه که جا کم شوه، خاطر که دیگه همه چیز از اینا که هست همونطور معیاری است، خاطر که شرکت است دیگه. خب ببینیم چه قسم پر میشه. همین حال آجی صاحب دیگه در حالت پر کردن است. بله بله حالت پر کردن است. خب اگر خلطای خوردم باشه همه قسم پر میشه و جای علایده داره؟ نه خلطای خورد ماشین بسته‌بندی جداگانه است. خب اونا جداگانه است. اونا بگیم اینا بوجی است، بوجی همه قسم بسته‌بندی میشه، فقط که از حالت ماشین بسته‌بندی میشه. خب تصویرهای بوجیکای خوردم میبینیم باز که چه قسم خلطای خورد ما پر شده. تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستان عزیز آمدیم در بخش آخر بسته‌بندی که اینجا دانای بوجی را میدوزن. ببینیم که چه قسم دوخته میشه. سلام، خوب هستین؟ خیر هستیم. سلامت باشین. نامتان چی است؟ عبدالله. عبدالله جان، خودت کدام مسئولیت دارید اینجا؟ مسئولیت بسته‌بندی دوخت می‌کنم. دوخت. چه قسم میدوز؟ یک شبیه برای ما بدوز که چه قسم دوخته میشه دوستان عزیز؟ قسمی که دیدیم اینجا ماشین است، امروی ماشین است دیگه. بله امروز ماشین دوخته میشه، یعنی کاغذ روزانه چقدر دوخته میتونی خودت اینجا بوجی را؟ روزانه 2 تا 300 میشه. خودت چقدر وقت میشه که در فابریکه مصروف کار است؟ این تقریبا 8 سال چقدر؟ 8 سال 8 سال میشه کار میکنی در فابریکه. باید خودت دیگه سرکارگر میبری. چند نفر خودت در خانه نانخور داری که اینجا نفقهش از این فابریکه کار میکنی و پیدا میکنی؟ 5 نفر. 5 نفر. خب از این فابریکه خودت کار میکنی؟ بله. خواست چی است از تجارا سرمایه گذارا که چنین فابریکه را در وطن خود ما جور بکنه؟ واقعا خوبه، بس وقت تجارای ما سرمایه‌گذاری در افغانستان بکنن، دیگه که غریب بیچاره خود ما شما سرکار شد، واقعا خوب کار است. ما تجارای خود خواهش میکنیم که همین سرمایه‌گذاری را در خارج نکن، در افغانستان خدمت کنیم تا که جوانای ما در کشورهای خارج نرن. همسایه واقعا بیکار نمونن. سلامت باشن، زنده باشن، مزاحمتان نمیشم. خب دوستان بریم برای بخش بعدی رو ببینیم که کدام بخش دیگه باقی است. خب دوستان عزیز آمدیم در بخش که پاکت‌های خرد. پیشتر قسمی که آجی صاحب بر ما شما گفت اینجا بخشی هست که پاکت‌های خرد 5 کیلویه 2 کیلویه اینجا بسته‌بندی میشه. آجی صاحب این کدام بخش است؟ بخش بسته‌بندی پاکت‌های 5 کیلویی ماست. 5 کیلویی است. 2 کیلویی هم اینجا پروسس میشه؟ بله 2 کیلو پروسس میشه. بله حالا فعلا کدام با 5 کیلو پروسس میشه. بریم پیش ما شما بریم ببینیم که ببینیم دوستان که چه قسم بخش پروسس پاکت‌های آش بسته 5 کیلویی اینجا پر میشه. آجی صاحب این ماشینی هست که 5 کیلویی 2 کیلویی را پر میشه؟ بله 5 کیلو بسته‌بندی دیگه این ترازوی اتومات داره. ترازو 5 کیلو وزن میکنه، با وزن 5 کیلو اینو ماشین بسته‌بندی میکنه. یعنی که ترازو هم خودش داره دیگه؟ بله ترازوی برقی داره. بله باز از اونجا که پروسس کرد این چه کدام بخش هست؟ تاریخ میزنیم به تاریخ. یعنی که در اونجا میدوخته اینجا یک قسم شمسوز میکنه. بله تاریخ میزنیم. بله که آش خطا نخوره داخلش دیگه. بله بسته‌بندی میشه. بله در این منطقه دیگه مکمل آش داخل خریطه انداخته میشه. آماده انتقال میشه. بله این دی خلطای اگر خورده را پرتن 2 کیلویی را پرتن هم میتونه و هم 5 کیلویی را. نه خلطی با فرق میکنه. خلطی 2 کیلو با خورده است.
نه اگر خلطه 2 کیلویی را گفتم اینجا بندازن بله بس بندی میکنیم بله از زیاد تو کم خورم میکنه نه 2 کیلو 5 کیلو دستگاه ما 2 کیلو 5 کیلو را وزن پاکت میزنه دادمو طولش هم دموز دیگه تو هم ترازوی برقی است بله آجی صاحب این مرحله آخر بود کدام مرحله دیگه مونده که تا حال ما شما ندیدیم مرحله بسته بندی آماده شده خلاص دیگه آماده انتقال است گدام مونده دیگه یک گدام بله بله گدام مونده بله خب ببینیم گدام هم ببینیم که چه قسم گدام هستن نام خدا قسمی که آجی صاحب گفتن از سر تا آخر برنامه ما دیدیم اما امکانات داشتن و خیلی نظافت فابریک هم خیلی خوب بود نام خدا کارمنداش هم یونیفرمشان خیلی برابر بود و جایی که تولید هم میشد خیلی منظم و پاک و صاف. خب دوستان عزیز ما آمدیم در داخل گدام یک فابریکه ببینیم که گدام گنجایش چقدر مکرونی را روزانه در اینجا داره. آجی صاحب این بخش گدام است. بله بخش گدام است بله خب این گدام شما چقدر امکانات داره و چقدر چیزایی داره مثال یگان چیزی که زیاد ببینید یگان جایی که میاری نباشه خراب میشه. بله شما این چیزا رو مد نظر گرفتید؟ بله بله ما تختایی که در زیر مکرونی میمانیم چون رطوبت از زمین بالاست فاصله داره. آجی صاحب اگر مکرونی را چقدر وقت اینجا بانیم مقاومت داره؟ مکرونی جای صحیح باشه خشک باشه 2 سال 2 سال چیز نمی تاریخ داره تا 2 سال دیگه یعنی دل ما جمع باشه. دل جمع باشه بله. خب این گدام شما گنجایش چقدر مکرونی را داره که شما 50 تا گنجایش داره 50,000 کیلو را گنجایش داره. خب یعنی که اگر هر چی که شما دیگه زودتر انتقال میتن نام خدا مشتری ها زیاد است. آجی صاحب رو برای ما بگوین که مکرونی را شما در داخل افغانستان به فروش میرسن یا خارج هم انتقال میتن؟ برای داخل افغانستان ولایت هاست داخل افغانستان به فروش میرسونیم. اگر تقاضای کسی دیگه کشورها همسایه باشه میتونن که شما برسونن؟ بله بله چرا نه بله بله. چی خاصایی که فابریکه دیگه تان ماشین دیگه تان فال شوه و دیگه وقت زیادتر میشه. بله بله ان شاء خب دوستان عزیز میریم همراه آجی صاحب در آخر برنامه ازشان سوالات می داشتیم در آخر پیامشان هم میشنویم تا آخر برنامه ما رو ببینید. خب دوستان عزیز قسمت که پیشتر شما با تصویر دیدین همه مصاحبه هم شنیدین ما و حاجی صاحب رفتیم در داخل فابریکه تمام فابریکه را برای ما و شما حاجی صاحب معلومات دادن و دیدیم که مکرونی چه قسم از شروع تا بسته‌بندی تولید میشد و همه چیزایش ما و شما تا آخر برنامه تماشا کردیم. در آخر برنامه قرار داریم حاجی صاحب در آخر برنامه پیامش هم میشنویم ببینیم که برای ما و شما چی پیام داره و در آینده چی پلانا داره. حاجی صاحب در آخر اگر کدام پیام و گفتنی داشته باشین که ما در خدمتتون. السلام علیکم برادر. سلام بیننده محترم. پلانای آینده را که پسند کردین ملا ما تصمیم داریم انشالله بخش تولیدات خود بخش ماشینری خود در آینده نزدیک توسعه بدیم. سلامت باشین. حاجی صاحب از برای ما بگین که چطور است از وقتی که امارات اسلامی سر قدرت چشته امنیتتان چطور است و خواستتان چی است از دولتتان؟ بله از زمانی که امارات اسلامی آمدن ما راضی هستیم از امنیت و از کار ما راضی هستیم ما. سلامت باشین. قسمی که حاجی صاحب گفتن یک ماشین دیگه شان هم انقریب به فعالیت آغاز میکنه میتونن که دو چند کنن هم تولیدات دو چند کنن و هم کارمندشان هم دو چند بگیرن. دوستان عزیزی بود برنامه امروز ما که از فابریکه مکرونی اصل تقدیم شما شد. خدا کنه که مورد قبول شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار میگیرم همه شما را به خداوند یکتا و مهربان میسپارم. همیشه موفق باشین. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.